انگار یه بهاری ما شده تو شهر. من کلا همه جا رو چراغونی کردن و نمیدونم آبپاچی و عطر و گل و من خودم روزی که آقا میخواد بیاد و با بچه‌ها صحبت کردیم که همگی با هم بریم استقبال آقا. وجود پربرکت ایشون قطعا میتونه برکاتی رو برای این استان داشته باشه، به ویژه من که حالا از قشر جامعه ورزشی هستم. ما الان سفارشاتمون زیاده، به خاطر ورود رهبر به قم سفارشات زیادی داریم و اینه که ما دهن مردم رو شیرین خواهیم کرد. چند روزی که صحبت اومدن رهبر بوده، قم و حسابی آذین‌بندی کردن، مردم همشون خوشحالن و منتظرن که رهبر معظم انقلاب بیاد و برن به دستبوس ایشون.